سعی کنین این گپ الله برای پیغمبر خود میگم. برای پیغمبر سم چه قسم میفهمونه؟ برش میگه که ولقد و یقین داشته باشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لام یک یقین، قد دیگه یقین. خب مؤکد یقین داشته باد که اوحی وحی شده الیک ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، به سوی تو و الی الذین من قبلک، و به پیغمبرایی که قبل از تو بودن، چون کل پیغمبرها مسلمان بودن. پس برای تو وحی شده و برای پیغمبرایی که قبل از تو بودن چی وحی شده؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک بیایی ای پیغمبر خدا، سبحان الله، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لئن اشرکت، خطاب به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اگر یک عمل شرک آمیزه بکنی، و وقتی که خطاب برای پیغمبر است، خطاب برای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ما و شما هستیم. وحی شده بر توی پیغمبر و وحی شده به دیگه پیغمبرایی که قبل از تو بودن، کلشان یک عقیده داشتن که لئن اشرکت، اگر شرک آوردی، یعنی در ذات الله. شرک چی را میگه؟ شریک ساختن است. در عبادت الله کس را شریک ساختی، 99 مرتبه نظر به نام الله کردی، یک مرتبه نظر به نام پیغمبر یا ولی یا بیبی کردی، شرک آوردی به الله. چه شریکش کردی در چی؟ در عبادت الله. 100,000 رکعت نماز به الله خواندی، یک رکعت نماز به نام یک صحابی خواندی، این صحابی را در عبادت الله شریک ساختی. 10 میلیون مرتبه بر الله سجده کردی، یک مرتبه به غیر الله سجده کردی، یا به قبر یا به رهبرت یا به بزرگت یا به ملایت یا به مولویت یا به شیخت یا به آخونت یا به مرشدت، یک مرتبه سجده کردی، دمو یک مرتبه او را با الله شریک ساختی. یعنی یک مرتبه سجدی تو چی میشه نتیجهش؟ لیحبطن. میگه بخاطر فهمیدن قرآن ساده ما رو میگفت قرآن اگه میخوای بفهمی، نحو بخوان، صرف بخوان، تا که خودت قرآن بخوانی. ایناله حبط یحبطو، حبط از بین میبرن، یحبطو حبط از بین رفت، یحبطو از بین میرود. وقتی که لام داخل شد، لا یحبطو، حتما از بین میره. توکید چی مانه؟ کسی نمیگه که اگر شرک بیاری به این نفر که سجده بکنی عملت از بین میره، میخوای تاکید کنی برش میگی لا یحبطو، حتما عملت، حتما تمام اعمالت از بین میره، کل عباداتی کردی شفت دلیت، کلش خراب کردی. باز به خاطر که این انسان مسلمان خوب عظمت خالق بفهمه، خوب بترسه، باز نون توکید ثقیله بشین پیش یک عالم دین، پیش عالمی که بفهمه، بگو لام یک دفعه تاکید، نون 2 دفعه تاکید، نون ثقیله 2 تا نون است، 3 دفعه تاکید. لئن اشرکت لیحبطن عملک، حتما تمام اعمال تو از بین میره. یعنی که هیچ شک نداشته باشی.